زنبور عسل ماهرترین معمار و از جمله منظمترین معماران در طبیعت است. زنبورهای عسل به صورت گروهی زندگی و عسل را که یکی از کاملترین غذاهای زمین است تولید می‌کنند. اما عسلی که زنبور عسل تولید می‌کند در شبکه‌های 6 سری که می‌سازد پنهان می‌نماید. بسیار خوب. آیا تاکنون فکر کرده اید که چرا زنبور عسل این شبکه ها را تنها به صورت 6 ضلعی می سازد؟ بهترین راه برای ساختن انبار و بیشترین مقدار صرفه جویی در مواد به گونه‌ای که بیشترین حجم برای ذخیره مواد داشته باشد این است که دیوارهای این انبار به شکل 6 ضلعی ساخته شود. اکنون بیایید این شکل را با اشکال دیگر مقایسه کنید. اگر این خانه ها به شکل استوانه‌ای یا 7 ضلعی ساخته میشد، در اطراف این اشکال جاهای خالی بدون استفاده‌ای به وجود می آمد و با این اوصاف از تمام فضاها نمیشد برای انبارسازی استفاده کرد. کار انبارسازی در اشکال مثلثی یا مربعی بدون داشتن جاهای خالی نیز امکان پذیر است، اما یک مسئله بسیار مهم دیگر نیز وجود دارد که ریاضیدانان آن را کشف کردند و آن این است که 6 ضلعی کمترین محیط را در میان اشکال هندسی مختلف دارد و به همین دلیل با اینکه حجم آن به اندازه حجم مثلث و مربع است، اما مواد لازم برای ساختن 6 ضلعی بسیار کمتر از مواد لازم برای ساختن مثلث و مربع خواهد بود. به طور خلاصه شبکه‌های 6 ضلعی بیشترین مکان برای ذخیره مواد با استفاده از کمترین مقدار موم را فراهم می‌آورند.